به نام خداوند بخشاینده مهربان، به نام خداوند بخشاینده مهربان. حمد برای آن خدای بزرگ که ما را آفرید و درود بر آن پیامبر که معلم بشریت و بهترین انسانیت بود. من ناظر اصلا خوشوقت است بدم ناظر بدم در مایه فردوسی در حوزه ملتی پزرفا. واقعا بار اول بود که من در معرکه سیاسی اشتراک کردم، اما اون حالاتایی که میخواستم به چشم خودم ببینم، آن واقعیت میخواستم یک بار ببینم که چه حالت است. دیگه در همه وقت میگفتم که تقلب است، دیگر است، اما با چشمان خودم ندیده بودم. اشتراک کردم، دیدم واقعیت رو درک کردم که چه حالت رو افتاد. اما من از گفتنی هستم که من تبریک میکنم نهضت را به آزادی از همان پارلمان، به آزادی از همان حکومت من تبریک میکنم و مبارکباد میگویم نهضت را. ما غالبیت در دل مردم را به دست آوردیم، ما غالب در دل مردم هستیم. من تبریک میکنم نهضت را به همان غالبیتی که در دل مردم به دست آوردیم، به همان غالبیتی که در روحیه مردم به دست آوردیم. من تبریک نمیکنم نهضت را به اون 2 کرسی، به اون 3-4 کرسی که در پارلمان، با اون منصب که در مقامات. من تبریک میکنم نهضت را به همان غالبیتی که در محبت مردم ما جا یافتیم، در دل مردم ما جا یافتیم. اون منصب از دست برده می شود، اما غالبیت را در دل مردم، محبت نهضت را، محبت این حزب را از دل مردم کنده نمی شود. اون مندتی که ما در دل مردم یافتیم او را به هیچ را از دل مردم بیرون کردن نمی شود. من به این تبریک میگویم نهضت را. من این عشق از غمگینی من نیست، این عشق از شادی من است. واقعا در معرکه تبلیغاتی من با مردم روبرو شدیم، دیدیم که مردم چگونه محبت دارند به ما، دیدیم مردم چگونه ما را میخواهند، چگونه مردم خواستار ما هستند. اما فراموش نکنید که روز غالبیت همراه ما است. هرچند که ما جا در اونجا نیافتیم، اما در دل مردم ما جا یافتیم، در محبت مردم جا یافتیم. مردم به ما محبت دارند، مردم به ما امید دارند، مردم به ما اعتقاد دارند. این رو فراموش نکنید نهضت‌ها، فراموش نکنید. و زیاد صحبت نمیکنم، اما عقل سالم را دوستان مهربان کار بریم. جوانان گرامی که اکثرت اینجا ما بینیم جوانان هستیم، ما عقل سالم را کار گیریم. ما برای ناآرامی نآمدیم، ما برای آبادی آمدیم، ما برای آرامی آمدیم، ما برای ثبات تاجیکستان آمدیم. همان تصمیم مردانگی که استاد نوری گرفت که همچنین که ما هم سال استقلال هستیم، اما همون سالها را ما یاد داریم. سال 97 سال 98 ما یاد داریم که همون دستی مردانواری که نهضت دراز کرد به سوی مخالفینش، همون دست ما باز دراز میکنیم. و همون تصمیمی که استاد نوری گرفت درباره وحدت و صلح، ما همون را باز میگیریم و باز با سیمای کشوده رقیبا را به میدان باز دعوت میکنیم. میدان از دلیر است، این آخری کار نیست، این آغاز است. انشاءالله الله همراه ما است. ان الله مع الصابرین در آخر. خدا نگهدار.